من حرفامو توی پیجم میزنم. خدا شاید ایشون برای من مثل خواهرم. همون اولی که به من احساسات نشون دادم بهشون گفتم دیگه ادامه نده. دیگه نه اس بده نه پی. من تو این چند ساله جاست فرندم نداشتم. امروز بهشون گفتم دیگه به من دایرکت هم نده. من الان اصلا در شرایط روی ازدواج کردن نیستم. دیگه این قوزک با یاری رفتن نداره، لبای خشکیدم حرفی واسه گفتن نداره، چشای همیشه گریون آخه شستن نداره.